سلام علیکم دوستان عزیز. امروز استراحتی است. ما همراه اویلا بچه ها کتی تصمیم گرفتیم به صحرا برویم برای جمع آوری کردن سرگین صحرایی برای ذخیره زمستان و اینچنین برای فروختن. یعنی کودکان با یک هوس این چیز رو جمع آوری میکنند، چون که یک خلطه سرگین در ناحیه 10 سوم زیاد با فروش می رود. اونها با این مبلغ می توانند تو برای خود لباس یا اینکه خراجات مکتب خود از زمین حساب اجرا نمایند. هدف از آوردن این نوار آن است که ما با فروش تپک مشغولیم. مقصد آن است که امروزها بسیاری جوانان از بیکاری، از بیپولی نمیدونن چی کار کنند. روزهای دراز به سیر و گشت و کارهای بیهوده مشغول هستند. یعنی من فرزندان خود را هوسمند گردانیدم که اگر شما سرگین جمع آوری کنید، هر یک خلطه اون را از شما من 10 سومی میخرم. آنها با یک شوق و هوس زیاد به این کار مشغول شدند. یعنی یک روزه مهنتی که آنها کردند حتما 60-70 خلطه زیاد سرگین را تشکیل کرد که اگر این را ما به مبلغ گردانیم به هر حال از 500 تومان زیاد می شود. اگر در یک روز ما 3-4 نفر بچه ها که به اینقدر مبلغ کار کنند، اگر این را بر دوام اجرا نمایند، چقدر مبلغ خوبی به دست می آید. و به این مانند در دهات بسیار کارها هستند که می توان با اندک حرکت کردن مبلغ خوبی به دست آورد. و چندین جوانان دیگر را نیز میتونن که با این کارها مسئول شده شرایط خانه و لوازمات ضروری خود را از این کارها تامین می نمایند. می ارزد که فرزندان خود را برای مهنت حلال کردن و چطور مبلغ به دست آوردن را ما تبلیغ و تشویق نماییم و آنها در آینده به قدر قیمت مهنت پدر و مادر نیز می رسند. فکرتان را این نوار نویسید، لایک کنید و با کانال ما باشید.